به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام علیکم هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. در آمدی ماه شریفی رمضان تک تک شما را تبریک و تهنیت میگویم. دعا میکنیم که خداوند در خانه ما مسلمان ها فیض برکت عطا بفرماید. برادران عزیز، امروز رمضان است، یکم روز رمضان است. خواستم که درباره همین رمضان من یکم ملا نیستم، اینه که میخواهم که مردم دعوت به دعا بکنم، دعوت به نماز و روزه بکنم، دعوت بکنم که به صدقات، به خیر صدقات دست بزنن، به نماز دست بزنن، بسیار دعا بکنن، از خداوند طلب بکنن که خداوند ما را پیروز بگردونه در نسبت ظالم. خب، موضوع درباره برادران عزیز همین است که ما مردم تاجیک تا کی همینطور خاموش میمونیم. من متاسفانه یک ماه اخیر قریب در یک هفته 2 روز برنامه دارم، میبرم فکر نظرها را میگم، میخوام که از مردم یگان چی بگیرم. متاسفانه مردم نیست، یا که ما وقتی نامعین انتخاب میکنیم که مردم با ما در تماس نمیبروید. ما تصمیم گرفتیم که امروز بعدی پیشین تا عصر برنامه داشته باشیم. خواهش میکنیم که برادرای عزیز، کسانی که میخواه صحبت بکنین، بیاین فکر نظرهاتون در برنامه مستقیما بگین. کسانی که تازه وارد شدین برادران عزیز، خواهش میکنیم که ما را دستگیری بکنین، بمونین، لایکاتون بمونین، آبونه شوین در برنامه های ما. انشاءالله که به فایده همه ملت است. خب، نگاه کنید که برادران عزیز، ما را خداوند چشم، عقل، گوش، همه چیز داده است. باید ما شکرانه بکنیم که ما را خداوند آفریده است. بگیم که شکرگزار باشیم، نه اینکه رحمانوف میگه که شما شکرگزار باشید، شما سوید نداره، شما هزار مشکلی داره، باید شکر کنید. باید در این حالت شکر نکرد، باید برامه در روی ظالم طلب کردن در کار که سوید ما ندادی، آب ما ندادی، نمیدونم جای کار نیست، هزار مشکلی، باید این برای بگوی. نگی خداوند کریم حنان و منان ما را آفریده است، ما باید شکرگزار اون باشیم، روزه بگیریم، نماز بخونیم. نگاه کنید که یک انسان اگر زرین چشمش از دست میتیه، زرینش از دست میتیه، او چندین هزارها دلار میتیه که همون زرینی بگیره. ما را خداوند چیزا به پل داده، چیزایی که میبینیم، چیزایی را که میشنویم. در اینجا چند نفر برادرای عزیز، شما کامنتاتون من بعدی ویدیو میتونم که ببینم. من از کامنت های شما نمیتونم خونده، برای که کامنت بخونم اگرم که خاموش باشم که از انقلاب چی شید. خب، انقلاب برادران عزیز، من در همین برنامه همین درخش حق خواستم که مردم دعوت بکنم هر یک شهر ناحیه یک کاری بکنیم در همین انتخابات که کار باشه، برای منفعت همین ملت باشه، برای بیداری همین ملت باشه. متاسفانه کم نفرها در تماس برآمدن که من
نمیتونم این کارا با 4 نفر و با 5 نفر بکنم. من میخوام که کلی شهر ناحیه‌های تاجیکستان باشن که همه مردم یکی بیدار شود. من این چیزا میخوام. من نمیخوام که یک نفر یک ناحیه بروه بعد یگان کار بکنه به حکومت بقپه و اون زندانی بکنه و به خدا دیگه بگیرم. به همین خاطر یگان محل من این کار نمیکنم که یک جا باشه، یک شهر ناحیه باشه. ما بگیم که خب برادران گرامی قدر، ما را پیگیری کنه، برادران عزیز دستگیری بکنه. لایک کسانی که میخواه بمونه برادر عزیز، من دیگه مجبور نمیکنم که مرا لایک بمونه یا که آبونه شوه. اگر آبونه میشین برادران عزیز، همون برادران واقعی آبونه شوین در برنامه های ما. من امروز تصمیم گرفتم که به بروقتی برنامه را شروع بکنم، برای که مردم تاجیکستان هم یکی میبینن ما را. و همین خاطر خواهش میکنم که برادران عزیز در برنامه به طرف نباشه، بیای ما را دستگیری بکنه. ما دعوت ما سرجمعی مردم است. ما میخواهیم که سرجمع بکنیم مردم و بریم در تاجیکستان ای گریبان رحمانوف بقپیم و بگیم که یا که میتی همین آب و سویت جای کاره، یا که میرای زندان میرای، دیگه اگه راه دیگه نداری. این خیلی که پروستی استعفا بتی برای جونت خلاص شوه. نه، همین کارا رو میکنی نمیکنی زندان تمام. او پولای زندگی تا میارین در بودجه دولت میمونی. اینه خلاقیه پرینسیپو. ولی چند نفر سوال کردن که اگر شما را بخواهن که مثال بر بگردی به وطن چی تریبونی داری؟ من همو ببرای همو آدم، بعد من تریبونی میگم که من چی تریبونی دارم که چی کارها را باید حکومت بکنه که من بعد بر میگردم به وطن. من برای آزادی و عدالت تمام، یگان چیز دیگر نه. مردم بیگناه زندانی را آزاد بکنه، جای کار باشه در تاجیکستان، مردم نبرویند میلیون ها مهاجر نشوند. 100 کس 200 کس 10,000 این یگان گپ نیست. نه که 1 میلیون زیاد مهاجر باشه، این دیگر قابل قبول نیست. به همین خاطر برادران عزیز میگم که ما را دستگیری بکنین. دستگیری چی است؟ همون برای فکر نظرهاتون بگیم، برای در برنامه ها لینک به فیلم گذاشتگی های که اگر بچه ها همجا خواهش میکنم که لینک در زیر نوار گذاشتگی های در کامنتری هم من گذاشتمش. خواهش میکنم که برادران عزیز به طرف نباشه. یکم روزه است، با سر همه میدونم که گرنگ های، هر کس نمیخواه هر چی بگه. به همین خاطر ما را یک کمی 1 ساعت 1.5 ساعت یا که 2 ساعت زیاد نمیمونیم در برنامه. من هدفم چی بود که امروز بر وقتتر بکنم که یک نفر ما را از تاجیکستان ببینه. برای نفرایی که در تاجیکستان هستن، حاضی محلی بگیم که افطاری مردم سر میشه در تاجیکستان. خواستم که امروز من ببینن مردمی که در تاجیکستان هستن. کسانی که میخواهند پسان صحبت بکنن، مرحمت بیاین فکر نظرهاتون رو بگین. یک کسی نیست که برادر انقلاب کی میشه. انقلاب برادر عزیز کی که هر یک شهر ناحیه مردم جمع شی در تماس برآمد. انشاءالله که ما یک مردم بیدار میکنیم به همون یک نفری که طلب دارم امروز. پس اون دیگه انقلاب روز معلم میکنیم، مردم بخواه میکنه، نخواه توکلش به خدا. ما پروسه میخوایم که مردم بیدار بکنیم. ای درم ما میخوایم که مردم تاجیکستان بفهمن که همین مردمی که ما مخالفین در اروپا هستیم آدم ها دارن در داخل. این هدف من. ما در حکومت نشان بدیم که ما
نفرها داریم که در دری تاجیکستان هم یگان چیز دیگر نه. غیر این صورت چند نفره که من برادران گرامی نویستگی در تماس هستند، من نمیخوام که در پای اونا خار بزنه به یک نفر یا که به 10 نفر که شهر ناحیه هستند. من نمیخوام که همون برنامه ما پیاده بکنم، برای که ممکنه که موفق نشم، زلال زیادتر باشه. به همین خاطر من میخوام که هر یک شهر ناحیه باشه، پس آن مردم تصمیم میگیره خودش که بخیزه با ما همراه میشود یا که نه. خواهش میکنم که برادران عزیز فکر نظرهاتون رو لااقل نویسه در کامنت ها. فکر نظرهاتون رو نویسه، انشاءالله که جواب میتیم در یک از گنازه که الماس پیش از انتخابات چی کار کردنی بودی؟ چی شد؟ گپ نگذشت؟ برادر عزیز گپ میگذره. تنها مردم هموقعی که من میخواهم او نیسته. مثال چند شهر ناحیه ها هستن، من نمیخوام که تنها اون نفرها هم کارها بکنم. من میخوام که همه شهر ناحیه ها آدم باشه، بعد من برنامه ما پیاده میکنم. بغیر این صورت من با 5-10 ناحیه و با 2 ناحیه نمیخیزم برنامه ما پیاده بکنم، برای که من نمیخواهم که زلال ببینم در مبارزه. انسان ها زیادها برادراشون از دست دادن، اومدن یگان کار اینمی لایک موندن، نمیدونم در برنامه ها صحبت کردن، رفتن امروز زندانی شدن. برای همین خاطر برادران عزیز باید ما کمی زیرک باشیم تا بقیه این رژیم ما را میکشه، زندانی میکنه، گریزمون میکنه، ما یگان کار نمیکنیم. همه گناه ها در سر ما میزنن که اینا نمیدونم اکستریمیستن، یک چیز دیگه و هزار قور بلا را نامبر میکنن. بیاید حکومت مردک دلیل پیشنهاد بکنه. ما در حکومت های قرار داریم که ایجاد صاف دموکرات پیشنهاد میکنیم، میگو همین آدم دزدای نمیدونم سرزمین تاجیکستان فروخ یا دست گریخ برفت، دلیل بیاره. یک آدم کشت است بگه دلیل بیاره، ویدیو و ادپیچیتکوهای من قطعی و همین خیلی بیاره، این حکومت 100% ایران روی من بیزاره. همین خیلی میگیرم میتیم میگه توکلت به خدا و نرحمان و بینه آدمت بگی بره. نه که شما دروغ میگه، اینو میدونم شما دروغ میگه که همین بچه اکستریمیسته یا که تروریسته. اینو میبینن، پاسپورت من نگرفتن، دیدن، مثال همه چیز میدونن. اینو ای شما ده خوبتر میدونن که من داشته همه جا آمدم من رفتن که تو در گروزیا چیکار میکردی. اینا همه خود چیز خوبتر میدونن. من اومدم گفتم که خیلی مشکلی دارم، من قبول کنی. تمام. بعد چند قیه قبولم کردن. تمام. به همین خاطر این زورگی که شما میکنه، مثال مخالفین میبره و سرکوب میکنه و زندانی میکنه و همه ای کارا را میکنه، شما موفق نمیشه. شما یه نفر محکم میکنه که 10 نفر بیدار بشه. شما چند ظلم میکنه که حکومت شما تنگ شده شده، وقت ساعت شما بچیده شده. شما تنها فقط در ظلم شما را بمانن، شما ظلم بکنه. شما نتونسته یه حکومت بسازه که مردم در همین رمضان لااقل سوید داشته باشن. باور کنید مردم ندارن سوید. ولی بسیارش گپ میزنه که همه صدای جناب عالی زورای. ما یکم چی نمیگیم در زوری و بدی رحمانو. زور همو آدمیه که همو پرزیدنتیه که مردم خچه صاحبی میکنه. مثال در تاجیکستان، مثال در روسیه، مثال در و ها کذا. تا گیجا تاجیک صاحب داره. شما برای من بگی که
در فلان جا تاجیک صاحب داره. برادران عزیز، تحقیر میشه، لبای چیز میکنن نسبت ما، یک نفر پشتیبان نداریم. ما در روسیه یک برادر داشتیم به نام ایزد امان، مردم کمک میکرد، حقوقی هم مالی هم. متاسفانه امروز اون در زندان است. انا اون نفر خدمت کرده بود برای ملت. شما من بگه که رحمانوف چنین همین ایزد اما خدمت کردگیه برای ملت، چی کار کردگیه همین رحمانوف؟ ولی شما بسیاری مردم نمیدونه که رحمانوف همین حکومت تاجیکستان چند میلیون دلار قرضدار است. مثال رحمانوف اگر برابرم او قرض در کلای ما مردم های او رحمانوف به نام ملت گرفتگی او پلا نیکی رحمانوف. شما میدونه که مردم که رحمانوف شما کستوم نداشت، وقتی سری قدرت آمد امروز یکی از میلیاردرها ایگی جان برای که دزدیدن، گرانت هایی که می اومد به تاجیکستان دزدیدن، ای بودجه تاجیکستان دزدیدن، اینا دزدن. به همین خاطر ما میخوایم که یک نفری باشه که دزد نباشه. خب اینجا چند کسا نوشتین، برادران گرامی قدر اینجا دعا کردین. خدا نگهبانتون برادران عزیز، کسانی که روزدار خداوند شما را قوت بتیه، خداوند مشکلی ما را همه من آسان بگردانه. در همین ماه مبارک باید ما دست و دعا باشیم. سلاح مسلمان برادران عزیز این دعا است. باید ما دعا بکنیم که خداوند ما را نسبت حکومت خونخوار دیکتاتوری رحمانوف ما را پیروز بگردان. ما باید نخلکی دعا بکنیم، لااقل دعا کردن یاد بگیریم برادران عزیز. دعا بکنیم، دعای درست بکنیم که خداوند به دست من رحمانوف شکست بده. مثال به دست یکون کسی دیگه نه. باید هر کس به هم نام خودش بگیم دعا بکنه که خداوند خدمه تا همین راه نصرت بده و یک کاری بکنم که همین رژیم بشکنه. ما باید نخلکی باشیم، به عمدی کسی نباشیم که کسی برای ما آزادی میاره. آزادی تک پراست نیست. همین خاطر برادران عزیز خب برادران گرامی قدر، اینجا چند کسا نوشتن. خواهش میکنم که برادران عزیز در همین استودیو کسانی که وارد میشه اجازه بدین. شما اجازه دادگی نیستید، بعد من نمیتونم شما را قبول کردم. مهاجر برادر عزیز، مهاجر شما اجازه دادگی نیستین که من شما را قبول بکنم. اگر شما اجازه بدین پس من قبول میکنم شما را. خب من با جناب عالی، خب بیا کو با جناب عالی سلام علیکم. سلام علیکم. خب با جناب عالی هستیم، بفرما. میکروفونت کشتگیه، اگر میکروفون تا هوی کنی بعد صحبت کرده میتونی. خب و جناب عالی هم نتونسته. با خب تشکر زیاد برادران گرامی. هر کس اینجا ما را هر چیز نوشته است. برادران عزیز خواهش میکنم که اما خطانه حرمت بکنین، هرچی گپای قبیح ننویسین، فکر نظرتون بنویسین، برین صحبت بکنین. من کلم یا که کورم، من زیدی رحمانوف، من یک مبارزم.
شما چیه؟ زورای پشتی کلاویاتوره. تنها نویستن خوب میدونید تمام. بله مهاجر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بفرمایید برادر. ماه شریف رمضان با همه مبارک باشه. تشکر، به شما هم مبارک باشد. یک پیشنهاد داشتم، امیر نشود که انقلاب یگان بازارهای شهری یگان بازار پیشنهاد کنه. میشود برادر عزیز. تنها ما نفرها خواستیم که هر یک شهر نوحیا باشه که مردم آگاه بکنه، پس اون این کار میشود. نه که متاسفانه ما کم شهر نوحیا ها، من این برنامه من بود خواستم که همین کار را بکنم. چند کسا من زنگ زدن، نه که متاسفانه کمتر است که برای این کار کردن. این کار از بازار سر میشه، این کار از مسجد، از مکتب، از جای جمعیتی سر میشه. فکر شخصی ما میگه که ما برنامه همین است که پروسه همو آدمایی که مثال مسجد هم بازار دن همون را آگاه باید بکنن. فکر شخصی ما میگه که عصر 21 اگر از بازار سر شود حاضر همه ایشیشه میشناسه در سیویاز میبرویان دیگر نوحیاده уже میره خبر مثلا که فلان بازار سر شد. این بازار و ایش سیویاز دارن کامش. نه درست است که سیویاز دارن، نه که مردم آگاه کردن در کار که فلان روز میخیزی، مثال خبر نکرده میخیزی. رحمانوف میگه که اینا یا که طالبا اومدن میگه یا که نمیدونم یگان چی میگه همه را میکشه. این 10,000 و 5,000 آدم اکو این رحمانوف همیشه میکشه. ما مردم تاجیکستان ما را اعلی قوت بده ما توف کنیم یا همش تای توفی ما میمونم عجینا با زدن نه با یارق نه با توف موی را باید بکشی. برادر عزیز اینا حاضی حکومت دارن میتونه یگان کار بکنن. ما کمیم، ما آدم هم کم. ما مثال نخواستیم که بریم وینی انقلاب بکنیم. ما مردم بخیزن. ما الماس برادر انشالله زیاده ما توف کنیم اولاد رحمان بدتر توفی ما میبرن میرون توفی ما اوکیانه. خب میگه که یک نفر همینجا که چی به در اومدن نمیشه و تاجیکستان تیجه. برادر عزیز لینک در زیر نوار گذاشتگی های، بعد با در کامنتری هم با فکرم که هست. این اگر نباشه یا باری دیگه میمونیمش. اینو برادر عزیز اگر مشکلی نیست برای نوشتن با استودیو. اینا بیای برادر عزیز فکر نظرهاتون بگه. در رمضان یک دعا بکنه، یک تبریک بکنه برادر مسلمان تونه. ما یک چند ساعت در برنامه میمونیم، پس اون با خفای کارمون میشیم. به همین خاطر خب این برادر یک دقیقه خب برادران گرامی قدر، خب این برادر با فیلم که ویش پرتوفت برآمد. خب این برادر گذاشت تلویزیونی من تلفنی من سلاحی من. برادر عزیز من شما را همون روچکتون ندادم. خواهش میکنم که همون کدمش که دشنام میکنه یکون چی گپای قبه میزنه همونا را
همونو را یک تغییری کنه انشاءالله. تغییری ما برای که نو پیش ای برنامه در آمدن همه مدیریتر را گرفتم. کسانی که در بلاگ بود به خاطر ماه شریف رمضان همه را روی کردیم یا تازه کردیم انشاءالله که به همین خاطر روچکای همین آدم ها برفتیان. مدیریت را خواهش میکنم که برای بنویسه. من ای سرکه بگیم که همون کلوچه میتیمتون. خب برادران گرامی قدر، دعوت همین است که ما تا محلی که سرجم نمیشیم هر یک شهر و ناحیه ها، یعنی برنامه‌ای که من کشیدم همین پیاده نکنیم در تاجیکستان، مردم داخل بیدار نمیشه و ما نمیتونیم یگان انقلاب بگیم مردمی کرده. کسانی که میخواه برادران عزیز، من خواهش میکنم که یک نفر باشه یک ناحیه. شما هم یک نفر میتونه که همون ناحیه را بیدار بکنه. به همین خاطر من برای چی یک نفری میگم. خب مخالفین که نیتی برگشتن داره. انشاءالله که مردم ما بیدار بکنیم، مردم بفهمه. انشاءالله که ما میخواهیم وطن بریم. ما نمیخواهیم که در اروپا بمریم و در همه جا بمونیم. همه روز مردم ما بیدار باشه، من انشاءالله که فردا در تاجیکستانم. من نمیگم مردم که به من شما یگان کار بکنی، یگان کاره که به من بکنی. غیر این صورت من همه نفری هستم که میخوام که بیام در همه میتینگی مردمی باشم. خب MS سلام علیکم. سلام علیکم MS بفرما. خب صدات نیست برادر عزیز. به فکرم که شما میکروفونتون کشتگیه. خب عبدالله سلام علیکم. سلام علیکم عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماه شریف رمضان بر تمام مردم تاجیکستان و تمام مردم مسلمان مبارک شود. آمین. از شما را مبارک باشد. با مردم مبارزه تاجیکستان با پیش. تشکر برادر عزیز. برادر الماس خیر شما. تشکر میشوم. زنده باشه. زنده باشه. ای برادر با فیلم که اینترنتش پرتاف یا که برف. MS بفرمایید. سلام علیکم. شما میکروفونتون گیرون نکردین. میکروفون گیرون کنید پسون میکروفون گیرون کنید پسون صحبت بکنید. خب برادران گرامی قدرجه چند نفرایی که بدن همون برنامه را انتظارن که برادر عزیز من همون برنامه را پیشنهاد چون بکنم برای که فردا انتخابات است در تاجیکستان. همونا نویستیم. به همین خاطر من حاضر نمیتونم اونا را جواب داده. بعدی برنامه انشاءالله برادرایی که کسانی که در تماس برآمده در واتساپ انشاءالله که ما هم صحبت میشیم، یگان نقشه میکشیم. نه که من حالی آماده نیستم که با یک نفر یگان کاری بکنم. خب تشکر زیاد برادر یوونی. خداوند نگهبانت باشه. کاربار شما دیگه. برادرانی اشت چند نفرایی که هسته، من خواهش میکنم که برادر عزیز بعد برنامه من قطعی شما صحبت میکنم جا برای که در واتساپ من نوشته شده. انشاءالله بعد برنامه ما تماس میگیریم، صحبت میکنیم.
من نمیخوام که یگان کار بکنه برای که یک نفر دو نفر رحمانوف یگان کار میکنه. من میخوام که همه شهر ناحیه ها آدم ها باشن که این کار ما انجام بدیم، بگیم که دعوت مردم انجام بدیم. خب برادران گرامی نگاه کنین که چند درصد حکومت آواز میگیره. اینا همش نقشه کشیدگی پیشکی چنی که قانون ایواز کرده برای ای 35 تا 30 آوردش رئیس جمهوریه، همون چند برنامه کشیدگی بودن که اینو چند قای آواز میگیرن. دما چند روز پیش انتخابات بود، 29% آواز گرفت کانسلر گرمانیا شد. 29%. رحمانوف 98% آواز میگیره که من باوری کامل دارم که 3% آواز نمیگیره همین رحمانوف. همین 3% همین رحمانوف آواز نمیتیم. بیایه این همین کلوش همه ما نمید رحمانوف. مردم در کلوش آواز میتید، در رحمانوف نه. برای چی؟ برای که کلوش پشونده میشه، یگان کهدروی رفته میشه، یگان تای پای گاو رفته میشه. ای رحمانوف چی فایده؟ یگان نمودی فایده آوردگی نیست همین انسان. چه شما با دیده و دانسته در همین حزب در همین گروه بگیم آواز میتید. و همین خودی برادرای عزیز دعوت ما همین است که کسانی که میره انتخابات این فکر نظری خطانه بره، نه که خواهش ما همین است که کرست بمونه همشه. پراتیف سیخ گفتی روسو پراتیف سیخ اوجا نام فامیلیت نمیاد در بلوتینو، یگان کس نام فامیلش نمینیسه. یگان کس اگر انتخابات رفتگی باشه تنها همو آدم گلچکه میمونی خلاص، همو حزب یا که همو حرکت تمام. اوجا نام فامیلیت نمینیسه که من فلانی و فلانی در فلانجا آواز دادم. به همین خاطر همشه کرست بمونه از صورت بگیره پارتیایی که ما اینجا نشان بدیم که مردم شریف تاجیکستان انتخابات چون دروغه. اگر راسته این مردم رفتن طرفداران ما بگم که در زیدی همش آواز دادن. چه رحمانوف داره امروز میبره میگه که من 90 چند درصد آواز میگیرم. به همین خاطر به طرف نباشه، بروی این فکر نظرهاتون بگین. جا خب MC شما میکروفونتون کشوی پسان صحبت کنید. سلام علیکم. شما میکروفونتون بسته است. خب بفرمایید. سلام علیکم. من صدای شما را ندارم. اگر صدای این برادر باشه. السلام حضرت نازتین جی. تشکر زیاد. بفرمایید برادر. السلام علیکم نازتین جی. و علیکم السلام. بله بفرمایید. شما با فکر ما را در یوتیوب تماشا داره؟ همون یوتیوب تو نمیکشته اینجا صحبت میکردن. کمتر علاقه ویزی بس برای خاطر همین باشه. نه شما پروسا یوتیوب تماشا داره نه؟ شما یوتیوب بکشه همین خیلی قرامو قطعی صحبت کنه. بعضی برنامه شما میتونه که دروی تماشا بکنه که چی گفته. پروسا ما از گپ بزنم شما در بین گپ ما میدروی یا که شما گپ بزنیم در بین گپ شما میدرم. خب این برادر با فکر که اینترنتش سسته یا که نتونسته که بدروی خوب صحبت بکنه. به همین خاطر برادران عزیز یگان محل ما باور نداشتیم، باورم نمیکنیم که امال رحمانوف چکاری میکنه برای ملت. این نیت هم این نداره که یگان کار بکنه. تنها ما مخالفین میدونیم که رحمانوف کی میروه. به همین خاطر
این انسان تنها جمع داره، همینقدر دزدیش بستیش نمیکنه، بازم جمع داره میگریزه. ما اگر نخپیم رحمانوف، وای به حال ما وره مخالفینی که امروز در سینه میزنیم که ما مخالفی رژیم رحمانوف هستیم. ما باید طرفدار داشته باشیم در داخل، باید ما هم عقیده داشته باشیم در داخل برای رحمانوف قپیدن. غیر این صورت رحمانوف یک روز یک انقلاب مردمی میشه، ببینی رحمانوف نیست. خیلی یک برادر برآمد یک روز گفت که لاچکای رحمانوف 24 سال ادریس عملیات چخوان. به همین خاطر این میتونه که لوبای مومنت ببره بگریزه بروه. برادران عزیز، ما را تای 300 نفر تماشا داره، خواهش میکنیم برادران عزیز لایکاتون بمونه، به طرف نباشه، در برنامه های اشتراک بکنید، برای فکر نظرهاتون بگین. امروز یکم روز رمضان است برادران گرامی، برای همدیگر را تبریک بکنین، در حق یک کس دعا بکنین، فاتحه بکنین. دعوت من همین است انشاءالله که این یک ماه است تیز میگذره، با ما میمونیم، با همین رحمانوف ما میتونیم هر دقیقه و ثانیه درباره رحمانوف صحبت بکنیم. اما رمضان در یک سال یک بار میاد. دعاگو باشه در حق یکدیگر برادران عزیز، دعا بکنه که خداوند ما را پیروز بگردانه در این ماه بزرگ. ما کار کرده بتونیم، این خلاکی دعا بکنیم. دعای ما سلاح ما است برادران عزیز. به همین خاطر دعا بکنه که خداوند ما را موفق بگردانه و کار کرده بتونیم. مثال رادیو آزادی تماشا کردم، چندین نوارها را تماشا کردم که این چخیل قیمتی شده است در تاجیکستان. ما در دولت اروپایی امریکایی زندگی داریم، یگان پرزنیکاشون میشوه یا که یگان ایدهاشون میشوند، اینا 50% ارزان میکنن، 20-30% ارزان میکنن، برای که مثال پرزنیک شونه. دما در پرزنیک نبرات چند فویز قیمت میشوه. از خدا کمی بترسید تاجیرا. شما دیگه وقتی پلکار کنیتون نیافته، به خدا از خدا بترسه. مردم در تاجیکستان خیلی از زندگی مشکل دارن. من میدونم چندین نفرها قدی صحبت میکنیم، مردم ارد ندارن بخرن. حاضی عصر 21 شما میگه که ای جنگ قصه میکنی، جای کار نیست، نمیتونه روسیه برون. ای روسیه هم دپورتن، همه خیلی موندگی هم. کدام حکومت اونها را دستگیری میکنه؟ یگان حکومت به درد یگان کس هم نمیخورن. یا که مردی کاری میگم میریم یگان جو کار میکنیم، روز مونه هم خیلی میبریم در در خونه یگان کس خیلی که یگان سترویکه در برای کار کنن. به همین خاطر باید یک حکومت باشه که ما میخواهیم مردم که یک حکومت بسازیم که یک آدمی که بیزرباتی چای باید همون مبلغ داده شود که همون آدم زندگیش برده بتونه. متاسفانه امروز حکومت ما 50 دیرم نمیتونه بیزرباتی چای که برای یک حکومتدار یا که یک طرفدار حکومت بگه که برای بیزرباتی حکومت ما سوم جدا میکنه، یا که برای کودک تولد میشه چند سوم میتین. دروغ میگن. این چیزا کگبی هست در روی کاغذ. من سپاریده میکنم که نیست. در تاجیکستان همین چیزا هست، نیکی همو پلا همو چیزا نمیبینن مردم. خود گپ سری چیه که اینا در روی کاغذ هرچی مینویسن نیکی در عمل نیست. یگان کسی یگان سوم دادگی نیستن. ولی من در یک چی حیران میمونم که همین شهر و ناحیه ها ما داشیدگی همه
خیسته لاتاک اسفال استالبورا بیتونی همه چیزا رو مردم خودش کرده شده. نه که حکومت برای همین کار کردن سوم جدا میشه و حکومت. این مردم ما نمیفهمن. این مردم ما که مردمی کمتر مسلمان خدا ترسای خیر صدقات که دوست میداره میخزن یک پل میسازن نمیدونم یک اسفال میکنن کوچه را خانتونه بزنید. من زید نیستم که شما نکنید، شما بکنید. نه که این کاری حکومت های برادرانی عزیز شما دانسته بگیرین که شما نلاگ میتین. من بدونم که این کارا را شما کردین، حکومت میگه که من یک چند ماه ای شما پلی برق نمیگیرم یا که نلاگای ماشینتون نمیگیرم برای کاری کردگیتون. نه، شما نلاگ سویت هم میتین، نلاگ ماشین هم میتین، نلاگ زمین هم میتین، همه چیز هم میتین. این کار باید حکومت بکنه. باز هم میگم که ما مردمی خیرخواهیم، ما مردمی میخواهیم که یک کاری بکنیم که ثواب بگیریم، به همین خاطر میکنیم. نه که من همین قطعا میگم که شما ثواب میگیریم برادرای عزیز، نه که این کار باید حکومت بکنه. این کاری حکومته. شما باید این کارها نکنید. یا جدا آب را آوردن، یا جدا کپرک ساختن، یا جدا استالبه را علش کردن و که سیمو را علش کردن، این کاری مردم نیست، این کاری حکومته. شما که نلاگ میتی پلی آب سویت همه چی باید همونجا جدا کرده شود، اینجا ساخته شود. این نلاگ‌های ماشین چند میلیون ماشین در تاجیکستان، بیای نلاگوش حساب میکنیم. چند میلیون ماشین تنیرو نیای که $500 اوسونه تنیروف کرد میتیم. همین پلا کجا میروم؟ این قگایوی که در راه میستن شتراف مینویسن، همین پلا کجا میروم؟ معلوم نیست برادران عزیز. اینا در چند سال نتونستن یک بودجه دولت همین اگر ما 10 میلیون باشیم باید 10 میلیارد سومانی باید باشه. 10 میلیون باید باشه. بودجه ما برابر نسلینمون باید باشه. بودجه اگه زیاد میشود در عموم. بودجه چقدر که طلا داری دولت های ابوالقدرت را اجازت میدن که همون بودجه داشته باشی. مثال 10 کیلو طلا داری، 20 کیلو طلا داری، در عوض هم 10 کیلو 20 کیلو طلا تر سوم پیچد میکنن. تو نمیتونی که اگر 10 کیلو طلا داشته باشی یعنی 50 کیلو طلا تو سوم بروری. هیچ نمیتونی. و همین خاطر اینقدر که ما طلا میبروریم گیجا میشوند، در بودجه نباشند، پلشون کردن نتونن، میفروششون پلشون گیجا میروند. به همین خاطر مردم باید سرجم باشه. باید ما یک کاری بکنیم که حکومتی دزدی حرام خوره ایبین ببریم. یک حکومت بیاید که مردمی باشه، فکری همین مردم کرده بتونه، مردم در عذاب نباشن. خب اینجا چند کسا برادران عزیز می نویسه. من متاسفانه اونا را خونده شو نمیتونم، برای که تیز می نویسه یا سبچنی ها بالا می روند دیگه همخواه میمونم. همین خاطر برادران عزیز ما خواهش میکنیم که ما را تایی 270 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم برادران عزیز به طرف نباشه، بمونین، لایکاتو نبمونین، کار بکنین که
پدیلیت بکنین نواری ویدیو را. کسانی که از تاجیکستان تماشا میکنین مرحمت میکنیم که بیای فکر نظرهاتون بگین، بی‌طرف نباشین. اگر ما صدا بلند بکنیم ما به یک جا میرسیم. اگر صدا بلند نمیکنیم این رحمانوف ما را ظلم میکنه، شکنجه میکنه، کار میکنه که ما دیگه گپ زدن نتونیم. خب اینجا یک برادر است 7+70 برادر عزیز. سلام علیکم. برادر علمت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و علیکم السلام. برادر علمت این بودجت دولت ما را اگر شب و روز بیای و کم از بریزی کو دلار تیلا بیاره بریزش کو، اگر همی سمیه باشه کو او دولت ما به خدا قسم کمبودی داره. بله او بودجت ما تا اونو به همین خاطر دیگه این اویلت تا نابود نشوه کو نه بودجت ما پر میشوه نه خلق ما جون میگیره، روز و روز سرش خم شیدن رفتن میگیره در تمام جهان. بله در تمام جهان دنمی روسیه اینجا همین خداوی عرق همین عرق روزی شوی سال نابره 100 سومای در اوجای ما اگر روز عید برای که روز پیش عید یا کیلوی سیب 10 سوم باشه که روز عید برای 20 سومای. بله این هم مسلمانی ما. تا اون همی هست که بخدا قسم تاجیکستان جون نمیگیره، تا اون همی سمیه هست تاجیکستان جون نمیگیره. ولی واش بود ده ساعتی سوید میدود، ولی بچهش اگر بگذره که در انتخابات ماشین دیگه که به چراغ ایمنی چراغ ماشین تا میکشی. بله به همین خاطر دعوت ما همین است که برادرای عزیز باید ما سرجم باشیم، باید کار بکنیم. ما همه چی گپ زدن سر میشه برادرای عزیز. من اگر امروز خودم تا 1 ساعت گپ زنم ممکن 1 ساعت نتونم گپ زدن، نیم ساعت برنامه ما بدنه میرم. وقتی شما میای با یک چی میگه با من یک چی میگم گپ همیشه سر میشه. همین خاطر برادرای عزیز تراویح رفته سیم که تو مترو 5 minut 10 minut گپ میزنم، ولی بچهش ماشینای الکترونیک درویس هست، اول مدرورا ریسک چیو یورم ادمینید منه که خلق پیاده منه. ای برادر الماس بله برادر عزیز شما در روسیه که وقتی تراویح شی؟ در روسیه این خوب است. نیم ساعت بعد دیگه چی میشوه تراویح. در تاجیکستان با فیلم که مردم اونجا روزهاشون شکایت. کسانی که تاجیکستان باشه اگر ما را تماشا داره خواهش میکنم بنویسه که افطار ساعت چند سر میشه در دوشنبه یا که در شهر نوحیا. خیلی برادر الماس دینا در اسدلو درمادم میگه که میگه که چوا برادر محمد اقبال قرطه میمونه. گفتم برادر محمد اقبال چه زمونه نمونه زتا کوسوک زمینه نمیفروشه رنگ پیشوی تو. بله نمیموند بخدا گپ زنی سرازا میبرورد. خیلی برادر الماس زنده و سربلند باشی. تشکر زیاد. تبریک میکنیم شما را به ماه شریف رمضان. بینندگانم برادران عزیز ما باید در این ماه بسیارتر ذکر بکنیم، بسیارتر قرآن بخونیم، بسیارتر خیر صدقات بکنیم، یک کاری بکنیم که به فایده من باشه. این ماه به حد ماهی بزرگه برای مسلمان ها. خواهش میکنیم که همین ماه راست نگذرونی، یگان کار بکنی. شابلا برادر. خب خدا نگهبانت برادر عزیز. منم 16 18 و 27
18:27 به وقت تاجیکستان. 18:27 نه، یک برادر نوشته است که ساعت 18:27 حاضر در تاجیکستان ساعت 18:27 است. 2 ساعت فرق داره اینجا. نه حاضر اوجه تاریک شدگی باید بر وقت روزشون شکایدگی باشن. خب معلش برادر الماز زنده و سربلند باشی. تمام، خدا نگهبان برادر عزیز. بله پناه بخت و برادر الماز. بله خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر به طرف نباشه ما را دستگیری بکنید. تا 300 نفر شدیم. خواهش میکنیم که ما چند قید دیگه میمونیم در این برنامه، پس اون خداحافظی میکنیم. به همین خاطر ما را دستگیری بکنید. دستگیریتون با چیه برادران عزیز؟ من شما را نمیگم با من سوم بگذرونه یگان کار بکنی، نه، لایک بمونه برادران عزیز، آبونه شوه در برنامه. همین پیشرویه. یک نفر دیگه میوه گفت همون یک برادر که هوای سبب میشه که ما انقلاب میکنیم. ممکن من خودت نمیتونیم اینقدر روزا و ساعتا میشینیم گپ میزنیم برنامه میکشیم. یک نفر میوه که ای من خودت زورتر همین کار تیزتر انجام میتیم. به همین خاطر برادرای عزیز در این چیز به طرف نباشه. اگر محقلتانه واقعا بمونه لایک را، نه اگر نباشه من نمیگم که علنه و بلنه بمونه لایکاتون. نه برادرای عزیز، اگر برنامه ما پیسنده برای شما میخواهی که گودک پلی بگیری، شما میخواهی که سوید داشته باشه، شما میخواهی که در تاجیکستان کار بکنی، مهاجر نباشه، مرحمت دستگیری بکنی. به دستگیری ما برادرای عزیز به پیش رفتن نمیتونیم. خب خب 28/3/16:30 روسیه، 21 قطر. برادران گرامی نگاه کنید که چند کسان نوشتن. من راستی شما را حاضر دیگه نمیتونم برادرای عزیز من در واتساپ جواب داده، برای که حاضر وقتی برنامه گفتم که بعدی برنامه انشاءالله که هم برادرایی که از چند شهر ناحیه با من در تماس بودن که در انتخابات ما برنامه داشتیم که بکنیم، ما این چیزا آشکارا میگم که ما این چیزا ادمینیت میکنیم، یگان کار نمیکنیم. با رحمان پگه یگان کار نکنه و بگه که همه بچه ها چیکار میکردن هم نور خپیدیم. من همه آدمی که میخواستم همین کارا بکنم، یک عملیات بگیم در تاجیکستان نشون بدیم، همه چیزا من ادمینیت میکنم. من نمیگذارم که مردم که همین کارا بکنن، برای که مردم کمتره. من میخواستم که کلی مردم شریف تاجیکستان هر یک شهر ناحیه نفرها باشه که من مثال همین عمل انجام بدیم. و همین خاطر مردم که کم است، من نمیخوام ریسک کنم با چند نفری که هست. و همین خاطر دعوت همین است که برادرای عزیز ما برنامه ها زیاد است. اگر مردم بیدار شود، ما اگر پروپوسکات بکنیم این انتخابات با برنامه داریم که ما چیکار باید بکنیم. به همین خاطر به طرف نباشه. رقم تلفن ما هست برادرای عزیز، رقم تلفن ما هست، بیای وای کنید زنگ بزنین، ما هماهنگی بکنیم، یک کاری بکنیم که یک برنامه بسازیم که مردم داخل بیدار بکنیم، بگیم که این مخالفین گپ زده سوزین، این مردم در داخل هست. بعد یک روز انشاءالله که همین بگی که بگیریمش، میگیم تمام میگیریم رحمانوفا. این خیلی نمیشه که مثال ما اگر این نفرایی که هستیم دعوتگرها اگر بریم به تاجیکستان، ما را گفتیم برادر محمد اقبال که در این سری پاورات میقپن برای 30 سال زندان میکنن. امروز برادر عزت امان این برادرایی که من امروز صورتشون در کلاون یوتیوب موندگیم، امروز یک نفر از اینا یاد نمیکنن.
من خواهش میکنم که کسانی که در تاجیکستان هسته مردک بشین، برای همین نفرهایی که در زندانن برای امنا کمک بکنه، دچکشان بکنه. به خدا که روزش میآید که همه آدمایی که ایزد امان کمکتان کرده بود ایزد امان میبرویه، شما به کدام رو همه انسان نگاه میکنه؟ شما داره امروز یگان تدنادار نیسته. من نمیدونم 50 سومای 100 سومای نخوا شما یک کیلو قند نمیدونم ایقا پچینه یا نمیدونم یگان شیرینی بگیره روان بکنه به همون 4 تا سمبوسای 4 تا پرشکی بگیره روان بکنه به هم زندانه که نمی برادرای زندانی در همین رمضان یا افطاری درست بکنن. در این رمضان زندانیا خوراک حلال ندارن. مقایشو نمیتین که بگیم که به اصلاح امروزه کور دعا بکنه. خب اینجا یک برادر مهاجر اینا قبول میکنیم. خب سلام علیکم برادر عزیز، میکروفون تا بکشو. سلام علیکم مهاجر، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. احمد جان برادر خوبی؟ تینجی سلامتیات خوبه؟ تشکر زیاد برادر. برای ماه شریف رمضان تمام بیننده تا مبارک بایی میکنیم. تشکر. خدا کنه که این ماه همه انتخابات ده گفته گپا خلق توجیک ببرده. خلاصی گپ ای دسته همه حرام جانش خلاص شوه، الله لعنتش کنه ای بدبخته. باور که دیگه همه گپا را شما همین روزا میگین دیگه، باور که الماس جان برادر چی گفتن تا نمیدونی. با خدا وای بچه همه گپا را گفتگی میترسم که از گپ یگان کسی دیگر رو میگم، کس میبره میگه که ای بچه همین گپی منه. ای برادر عزیز همه گپا را همه کارا را کردن، با خدا دیگه یگان جای ایستادنش نیست. ای بچه برادر ما در انتخابات یگان کار بکنیم، در انتخابات برادر الماس بله میبخشید دم گپ ده برادر جون عزیز. این نخلی دیگه این گپی بسیار خرابور. اگر ما مثال بناوسی بعد مثال دناوسی یگان برادر دیگه نرسم، مثال نمی مثال خود مثال برادر محمد اقبال امیو گپ میزنم بس اینجا یگان پلان دیگه گپ زنین، یگان نخه چیزی نو گپ زنین، یا فکری نو، یک حرکتی نو میبرن سویت کشیه یا این همی در مسجدمون دری مسجدمون محکم کردن، نمازخانیمون ریشامون نگرفتن، ایجابمون نگرفتن، ای خوب تون کردن دیگه نبروین گریه نکنین، همی گپا را نزنین. بزور این همی گپا شدیم یک فکری نو کنین، یک پیشروی نو کنین. بچه چیه میبروین این همی چند سر ساله میبروین ادنوی تاج گفته گپا. شما یک چیزی نو گپ نمیزنین. همی مثال با برادرها گفتنیم یگان تو تایمه خفه نشین. باور که درست برادر عزیز دیگه گپ نمونده است که بگوی نسبت این رژیم خانواده واقعا هم دیگه گپ موندگی نیست. تا همه چیز چه برادر محمد اقبال نقل کرد. کسانی که تماشا نمیکنه بدروی برنامه را تماشا بکنه چه دزدی کرده سودیان، چه وطن فروشی دارن، چه ظالمن، همه چیزا را آشکارا برآمده به مردم گفته شده. من حتی نمیفهمم که هم مردم خیلی که پگه معلم میشه این انتخابات. من خیلی باوری دارم الماس جون، من باوری دارم نه خیلی 100% انتخابات نه خیلی آرام آزاد با منفیت همون کلانتر همه مثال پیشواش میگن پسواش میگن میگذره. میلت یگان کار نمیکنه، یگان کار یگان کس کردن نمیتونه، دوخ هم ندارن. به خاطر چی بگو که این همی برادرها هم دین یک چی داشتن پریامو افیر داشتن اخی یک گپای میزنن که صورت امام علی را ببانو دیگان گو اکه گپا گوش که دیگان جای توقعی هیچ کنه باشه میگه صورت ببانو
در روش تخم قطعی بزن سنیامکش که ویدیوش که بگی در یوتیوب پرتش آخی ای کار نیست ای عقل نیست ای پیشروی نیست نخواه شما هم تاری برنامه کنین این برنامه گودکونه ای بار که دین قد تماشا کن خوب اخمقی های بخدو بار که یک اپای میزنن که بار که ما باوری دارم که همون مثال جنوب یولی را کو باید میگه که یا همی کینوی لک پاک نقل کشتن یا یگان مولتیک نقل کشتن یک گپای میزنن که باور که گپاشو نه در جمعیت در کنه نه در امیت نه خودم هم خیلی گپ زنم استغفرالله یک بله برادر پیشروی عزیز، این پیشروی مرحله رو ما گذشتگیم. باید دیگه با نویستن باید ما یکان عمل کمی سریوزی تر دبریم. این نویستن بله بله اینا уже وقت چون گذشتگی رحمان و سوره چه الله بزنی یگان چی فایده؟ یگان نه فایده نه زلال. این کار نیست. باید یگان بله کار بله جدیتر کردن در کار که ایو کار رحمانو بترسه که مردم دبر مخالفینه. وقتی که ما میخوایم آقا یا کار بکنیم مردم میخوایم دعوت میکنیم که بیایه مردم نمیاد رحمانوف خرسند میشوه. وقتی ما اگر یه عملیات میکنیم بعد رحمانوف میفهمه که او واقعا هم اینو کار میکردیم گو دستری چیه. خب برادر الان نگهبان باشه خیلی در همون خدا باشی بار که دیگه نمیدونی چی گپ زنی که اوجه میگون که همین اکای محمد اقبال بجای ما و شما و هممون هم گپ زدن گپ زدگی هم قد کزتو کدگی اگر هم خلق چی باشه مثال بر وقت خسته بود یک فیگر شکه بود و خدا دیگه ما گپ ندارم ما یگان سخن دیگه ندارم هم قشمه گون که برادر همین چی میگذره چیش میگم هم با منفیت اهمیتی و تمام میشه و انتخابات تمام آمین الله اکبر و یکان گپی پست و بلند زباشیم ای حمد بخشیش برادر الان نگهبانتون باشه خدا نگهبان. خب عزیز اخی عزیز همین بنویسی نمیشه برادر. سلام علیکم. سلام علیکم عزیزی یا که عزیز بفرمو. خب برادر رفت. سلام. و علیکم السلام. همه بچه ها که آزی در آمد باید پرای دهنش گپ میزنه همه را بالا که ما قطش گپ زنم پاجان همین رمضان بیا همین کشوکش نکنی. دستو در خفا غیبت نکنی به همه رو پروتون اومدن شغل نشوی همه را از غیبت پاجان نگه کده همین شما گپ میزنه که بخدا بعد شما چند نفر دیگه برای شما تنقید میکنه بگم نگه ایچی سر اونای همه غیبت کردی غیبت ها گوش کردی انکو جواب در بستو کجا با زدنی خود میزنی اوکی؟ بابا که همیرن خوب کدمه بود برفت. اینا گوش کو باید پرای دهنت گام میزنی این ای برنامه ای تای او تای خیلی برو کنی تو برنامه کمو ارخفای تو روی ارخفای او نشد شما رنگ همون بیواری نولد همی دروی آنا مورا گفتن چهرهاتون نشون دیه آنا مورا قپیدن بردن خوشتومن بردن محکم کردن نولد همی دروی این خیلی گهوینی گرفته برو برنامه که بینم تا در پشت پرده رنگ همون مرغ واری قد میکنی نیکی رو پرود یک امنیتی غلطه کو باز اونو زره پوچهاش همه چاک میکنی کن گجر جناب اولی تا میرسی این همی رنگ توری پرای این همی برنامه لک و پک خیلی تو برو خی ای انسان برو نشون ته خدا گپ زن همی هنر نداره ریدگی فقط این همی پیش محمد اقبال روی محمد اقبال علیسی پیش حسین اشرف بیا حسین اشرف ابلیس این هم تری شیطان رنگی توری آخه برو کنی گپ زن مردی برو مبارزه که مردی کنی همی برو گپ زن کنی 15 تا روی مالا در سرت بسته برامده با بیا پرای دهنت همیم برنامه شد با خدای تری و تری تا هم
یک تخم هیلچش برداشتن نمیتونی طرف امنیت ولی با مایل امام علی را زدن در او را گه بله لپاتکا در دستت ناموس اپا جون همین رمضان تحقیرشو نکنی. اوخی من همین خیلی همین آدمایی که ای هوا میبرن دهناشون کجلا یم هم خود یک کسی دیگه هست همین قبول کنیم که همین زنکه. سلام علیکم. من شگویدگی هم نمیگم بابا این همی که شما زوره این همی که شما زور تانومد سر از اما ایتالی کرگین تو گهی خرد کرگی که دست هیچ نمیبیوید این همی گهی این همی روز که الکشی نطوری سر بیا بزونو میزنی درجه خود حمایت کرده نمیتونی با مایلی وطنه لوچ همتری شغال و هم خیلی مرغ هم خیلی شیطانو کناتون جی قشینه شما اگر یک روز خدمت که گروهی 24 کرده یک ساعته شکوکو تلخت کفیده کدام کنج دلت میزنه میمری دل و جگری گرده در کره ای کرده برامدن ای کره را کردن فهمیدی؟ انای خشیشته غیبت کردن محمد اقبال اوخی ما در پاخوی تاجیکستان کی را پریده کی را نرکوتیک فروخته ای کره ما در چی دخل داره؟ ایده سیاه تده چی نمیبه یا برنامه حلال نمیتونه فقط برای سنگ زنی شیطانی نلکی مرد باشی برو خیجه گوزن رو پروی مده من ایتالی کدگی من رو تسیو کدگی بلد تاجیکستان میری جنوبی اولی با پیش میگی روسیه میبیایی اوچه غریب میارده ممکنه رو تنسیو حالتون فقط گدایی شیطانی و اینمی حالی بسه من یک کار کردیستم ولی اینا کردیستم یکم کار کردن نمیتونه رو تسیو کردی هوشت فقط در پلای برای چی که میدونی که دنیا اخیرت هم سختگی تو برای پول شده تو فرقش چیه چند روز دیگه زندگی کنی چند روز دیگه پول کار کنی میگو کدومیش پول گرفته هفت پشتت کو قربان علی دانه میبرویه لو باید هفت پشتت فهمیده؟ مرغ آخید ای پشت پرده برومدی گپ زنی تربی اپا کی پول گرفته من نفهمیدم چکو کده؟ کی پول گرفته گفتی؟ آخی این همی حالشون فقط همی خیلی برادرای یاردم کنه اینمو کردستیم اینمو یک کور میکنیم اینمو کردستیم اینمو اینمی ملت ما اینمی دروغ را نغز میبینن اینمی یک کس برویه اینمی افسانه خونه یا نغز میبینن با برومده گروه 24 گفت که هم برنامه شد برنامه ایتی چیه؟ مرغ در پشت پرده برومده پرای دهن قدیگر زدن تو همی یک ساعت رنگ همو قربانالی وری گرده که همو خانه میتونی بنامی الله 99% اینمی مرغایی که میبرن گم میزنن تاجیکستان میرن ما قطعی جنوبی اولیم لبای امنیتی هم میبینه بدستاش نه بچون جای دیگه خطی همو سلام میکنه بچون جای دیگه شما خطی سلام میکنن پوچهاشون هم چک میکنن پولشون میتین کمتر همو امنیتی نیتو نگاهش کنن که سراز جیبوش چپگردون میکنه پیش هم امنیتی ده اکا اومده ای پشت پرده همه برنامه خطی برانشون که من تماشا کنم کنی رود سیاه یا لیتساتون نشون دادن نولا و گیره و جل و سمید روی انا مورا گفتن که لیتسا خطی بروی گاو زده انا مورا میبرن محکم میکنن تا همی روچی همی خیلی توری اینخه کنکوتون جقیه همون لپات کار گیره و چکری ارسا کندن گیره بعد همون رحمانیستون با پیش گفتن گیره همی توری مرغ حتی هم خیلی سنگ زنید ایدست خاکی سیاه نمیبید یا شغالی پیش رحمان فرای گیهی رحمان فامیلیسی پیش محمد اقبالش بیاید گیهی محمد اقبالا پیش حسین اشروف شروی گیهی حسین اشروف فامیلیسی یگون تا خطان کو گپی خطون دا اتوی چد نمیکنه سایی بی گپی خطون نیستی یا لختک نلتی همه اوخی من قرار میکنم ولی یگون کرنه کده ایدستش گه نمیبید همه هم برنامه شد حتی برانشان که اوخی کلخوز یا که ایدست فقط همون چقری کنی میبیوید سنگکشی همین تو مرغ همراه من وری هنری رو تنشان دادن نداری تیه چی و گبزنی چی
برای داشتم همه جورو تگیرم تای پای ارس روزانگی با روز که الکشین نه بیادر کنو چون نزنه مرغ نالتی خودکش بیگونه پرستو تمام ماه شریف رمضان های مردم ممکن که اوقات نیرویشون نمیبرداره مثلا شما گپ میزنه یک از دیگه وقت شما میره یک نفر دیگه میبره شما رو تنقید میکنه مثلا همین چی در کنه برو من تنقید کردم من نرم برو تنقید کردن گیره من ای تنقید نمیترسم رنگ دیگر رو گوسی و آدم نمیکشم اگر ویگ نباشه میکشد اگر ویگ نباشه ها دا بله برو تنقید کنه این اخشم قرات کدو زمی آخه ای دستش گه نمیبره ایره قرات کرده همین برنامه شد همین ایش شد نولا نمیدروی کو میگن تو نبروی چهره خطی گوزنی رنگ بیوری دویدن میری محمد اقبال را جالوات سمیکنه کو ادوکات تونده خیلی دنیا همه خیلی یک از طرفدار یک است من مثال یک از طرفدار رحمان و فا که ما دموکراتی گفته است دمین یک از طرفدار محمد اقبال باشه باید ما او سنگ نزنیم من نگفتم او طرفداری کی باشه کی نباشه همه ایدست گه نمیبیه همراه ما اوری کجا میبره یک کسی دیگه سنگ میزنی کجا میبره گپا یک کسی دیگه را با غیبت میکنی و تو برو روش را بکنی گازن چه دینا ندومدی روی قربان علی را گپ زنی برای چی تو مرغ تو زبون چی میگه مزگ درک نداره فهمیدی هو یک ساعت پس رنگ ازبکوری بعد عبد عقلت سلام کنی نمیدونه یک ساعت پس بعد میفهمی که خودت چی گفتی زبون پیش المزگت گپ میزنه کار میکنه همین این همین تو من گوش کن این همین تو خود پرزیدنت شاو گرفته همین میشینه همین خیلی مرغو را گوش میکنی انا او ایتاری نگاه نده اپا یک کس میویا فکر نظر مردم برای من مهمه کی چی میگه مثلا یک از طرفدار رحمان باشه من نمیتونم اونا قطع بکنم برای که طرفدار رحمان فقط 15 سالی دیگه گوش کن همین خیلی فکری نظری نمی خیلی مرغو را یگم چی نمیشه 15 سالی دیگه گوش کن همین خیلی فکری نظره همون را نمیتونی سوالی که خیلی برنامه ایتی چیه ایدستی چی میبی خیلی گازم با دمیترا گیریم چرا این سوالا نمیتیشه تا هم که بچه سستی که همین نغز میبینی غیبت ها گوش کردنده این هم حسین عاشور فاندی جوش دمی قفشه ریتسو تکنی خود نشونده خود چی کار کرده در همین مبارزه یک کسی دیگه سنگ میزنی اینا یا نغز میگن شما نه شما غیبت ها نغز میبینی و همین یک طوری موی هم قربان علی در همین بیس همین گستربت های راسیه را جمع کن پچه که یک طوری موی همون دانه میبروی انوخی رو تونسیا دیدگی این همین آدم را دیدگیم که در اینجا وعص میکرد یا مقام خودش از اون میگریم تاجیکستان رحمان در پیش میگه اوخی این همین با چشمام دیدم با گوشم شنیدم شکلی چی میگه در تاجیکستان این نمیگه اوه این شما نه من فکرم دیگه شد برای چی که تو اوجه اومدی تایی کنی رحمان فدایی دیگه ریدگی وعص میکردی در خریجه این چیز طبیعیه اپا این چیز طبیعیه که ما در اینجا وایمگی میکنیم واقعا هم بعد پیش اوجه میره میگوی تا هرچه هم 100% من با خواهش خودم مگیم گفتم یک برادر درمی که تو ما نگوش کو تو ما نگو تا اینامی گروهی 24 گم نزن گروهی 24 یگان تاش ای دور گم نزنی هم پیش نرفتن من یگان محل سو استفاده کردی نیستم نه 24 نه نهزته من خیلی بچه نیستم که روی یگان کسی دیگه نه اینامی شاگردای محمد اقبال گپ زن تا اینامی گروهی 24 هیچ وقت گم نزن که من یگان چی گفته یه گروهی 24 فهمیدی من یگان چی گفتم گروهی 24 گفته سی که ما همین خیلیه همه اینجا دیگه گم میزنیم همین خیلیه کو بیار گویی همین نیست همین اشور فبارن نمیگه که همه 100% مردم هم به خواهش خودمون میگیم کی میگه همین اشور فقط تاجیکستان قپن برن نمیگه که مردم همین راه نادرست بود نمیگه میگه پورا اگر گوش کو گروهی 24 ایگا تگم میزد چند تاش من نمیگم گروهی 24 گپ درباره اشور رفته شده اگر رفته و همین اشور فقط هم برن همین خیلی نوار نمیکنه مینا 100% نمیکنه همین حسین عاشور شما می غیبت میکنی فقط یگم تا حقیقت من غیبتش نکردم من صدقه و برادر شوم نه کی
این تاریخی که آدمو میروند دیگر میشوند اونجا. این از سهراب ظفر میشه اتکاز نکرد. هسته که آدمایی که اتکاز نمیکنن من ایسا قبول دارم نکی بسیاری ها ما همیشه وایمگی میکنیم دوری و پیش میریم بعد با کار گپ دیگه میشود و همین خاطر برای اپا گوشت کردیم خب که یاده گروهی 24 دکو با چی گپ شد من در چه حیرون میشم ده مردم من صدقه گروه 24 میشم صدقه لبای حزب حرکت که کسی که پیش ایمن میخواب را تاجیکستان ایوان کار بکنه من دستی و آدم میفشارم پیش ایمن من خودم تا قام شما گروه حزبی کدم ادمنی من دستات تو میفشارم میگم ملاده استم نه که من امیدوارم که من پیش ای شما یگان کار میکنم بعد نه خلاکی اپا میبرن سر به خدا وایرون نکنه شما من اولی سر نکردم نسبت مردمی مخالف گپ زدن من گپ زدم اینا میرینند ایزاروشون من پچکا فکت ها دارم که اینا چی کارها کرده سودیان نه که من یگان چی نمیگم در من در کار نیسته قورش جدا در من برنامهش محقلای تمام او مثلا کاری خوب مینه کاری بد مینه داود اینا خودش جواب میده من نمیخوام یگان برادری مخالفه پس بزنم من بسیار چیزا رو میدونم نه که نمیگم برای من یه آدم پس دادن چی میگیرم من یگان چی نمیگیرم من مبارزان من مخالفی رحمانوفم تمام من نه با اشورف پرابلم دارم نه با محمد اقبال نه با کبیری نه با پارتیزان نه با یگان نفری که امروز داره زیدی رژیم خانخوار رحمانوف مبارزه میبره من به خدا بسیار خریای مردم در اروپا میدونم که چی کارها اینا میکنن بعضیاش فراموش کردگیان که برای چی اومدگیان اروپا من به خدا نمیخوام نسبت یگان آدم بدی بکنم من چند بار هم در مردم گفتگیم که کاری نکنه که من یگان چستانه بگم برای قفای زندگیتون شه برای کاراتون نکنه کارتون ندارم بینم تو در یگان جو خاطری مسلمانی بدنتون خیلیتون یک سلام علیک میکنم غیر این صورت برای قفای کارتون شه بعد نخلکی نفرها میدرن به مثل اپا وره بعد کینو میننه همیشه همه گپاشا برای من گفت یا او برادر مثال آورده تو برنامه تا پیشنهاد که من برنامه پیشنهاد کردگه نه نهضت نه 24 نه یگان حزب حرکت سیاسی امروز در اروپا بودگی دعوای رئیس جمهوری نداره این یکم آدمی که در اروپا رئیس جمهوری داره در تاجیکستان این منم کبرار یک نفره که دعوا داشته باشه او چش رحمان شو میتیه کسی که دعوای رئیس جمهوری کردگه امروز در تاجیکستان از 30 سال اوس زندانه شما هیچ چیز شوخی نفهمه هر آدم نمیتونه دعوای رئیس جمهوری بکنه کو مردک باشه یا تدبیر بگه که من دعوا دارم که رئیس جمهور میشم تاجیکستان که خیلی نیست مردک فهمیده من میدونم که او حرکت یا حزب یا این چیز این هدفش رئیس جمهوریه من این چیز میدونم نه که یه آدم ببره و توپ گفتی رسو همیشه گویا که من میخوام که نمی خیلی برنامه هم قطعی بیام رئیس جمهور شدم در تاجیکستان این رحمانوف قدی خوکشم میبینه و من نفره که میخواه که رئیس جمهور شوه یا برادر ما از بدخشان برآمد تنها برنامه‌اش پیشنهاد کرد گفت که من میخواهم که رئیس جمهور شوم در تاجیکستان فراموش ارگاه شد 30 سال بردن زندانش کردن بعد میبرند اینجا توی نقل میکنن ما خیلی میکنیم فلانیش در فلان جا من میدونم که این مردم چیکار میکنن من این چیز خوب میدونم راست رمضان سرای خیلی وای شدگیان سرای ویران شدگیان میدونم من انشالله بعد رمضان بعد با کار بار دیگر بشوده پروسه نمیخوام به خدا یگان گپی سخت بگم یگان کسی خفا بکنم برای که دنیا خوشماندگی نیست ما
ما انشاءالله میتونیم کار میکنیم که ما رحمان فچپا میکنیم. ما ناامید نیستیم. من میخوام رحمان فچپا کنم. من نه به عمد نهضتم نه به عمد 24 که اونا یگان کار میکنن. من خودم میخوام بکنم. کیا همینجا خیلی مرده که میخواد که خودش یگان کار بکنه به عمد یک کسی دیگه. متاسفانه به همین خاطر به عمد یگان نفر نشه، به عمد من هم نشه. کسی که میخواد یگان کار کنه خودش خیزه بکنه. تو برای وطنت بینی، برای دینت بینی، برای سرزمینت بینی. نیمی زمین ما دخیتای فروختن صدا بلند نکرده. نیمی صاحب عقلایی که بدن گرفتن ایروسیا و با مثل ایزد امونا این همی آدمایی که بدن من صورتاشو آموندگیم در گلاونی یعنی آزادی میخواستن پرسته گرفتن بردن زندانشون کردن. زمین هم نمیفروشن، زندان هم میکنن، لوبای کارا میکنن. کودک 7 ساله، کودک هفتم خان در ناحیه قبادیان حامله‌دار شده. یک روز زنگ زدم، کودک هفتم خان صنف هفتم میخونه، 14 ساله میشه، حامله‌داره. این همین دموکراتیه. این خیلی دموکراتیه که کودک مکتب خون میزویه. همین فساد به درجه رفتگیه که باور کده این مردم. خب بخشش زیاد که برادر عزیز نمیتونم برداشته، ولی وقتی گپه فساد هم خب بلند رفتگیه که کودکا уже زایده شدیان. من خدا را شکر میگم که تاجیکستان برمدم. به خدا همین کارها را میبینم پشم تنم میخیزه. در دور ما خیلی چیزا نبود. ای بچه تاجیکستان به یه جای او رسونده که به خدا قسم همین اروپا، این همین آلمان با او درجه که شما پیش رفتگی او خیر رفتگی نیست. در همین شوری و شیطونی و در حرم خری و در همین چیزا که همین آلمان گذروندگی شما دیسکاتیکاتو همه چیزاتون در اینجا دیسکاتیک کردم که باشه مسجد هم هست. مردم میرن سپکوین مسجد نماز میخونه، یکون مشکلی نیست. داشت زن مرد میروه در ما یک جا میتونه رفته. کودک نو تولد شدگی میروه مسجد خودش راه گشته بتونه میروه، یگان پرابلم نیست. میاین اکی جواز یک شور شیطونکو من نه خید کردم که دیگه چی گپ جای کس برومد دشنام من امون من او دشنام فقط یک آدم کردگیم همو آدم برمد همیشه مون دوایه که خیالش که آبروی من نمیبره. من در همه ای فیرم در کار باشه همو آدم دشنام میکنم، یگان مشکلی نیست. ولی روز ساعتش میاد برادرای عزیز که ما همیشه یک کم ترک جنگ جنجال داشتیم با چند نفرها. بعد بزن اخی بزن میدونی چیه در حکومت کار میکنن اومدگی چون مخالف گفتگن در بر مخالفا اومدگن همینا رو من انشاءالله که به همین روزای نزدیک سود دارم میگیرن رویشون میکنم. بعد میفهمه که الماس چیکار میکنه. من یکم خوری پیش پام تازه میکنم. من نه نهضتیم نه 24 امروز در درنی هر دش بزاسته متاسفانه میبینن یگان چی نمیگن. تا وقتی که برت تازه نمیکنه شما را خطا نمیبرن. هیچ چیز دانسته بگیرید. این برای همه مخالفایی که در اروپا بخدا در بین هر یک قدم شما هسته شما کار نمیکنی. شما چقدر بزن میدونه این بزن یگان کار نمیکنی. همین اگر خواهی ما بزش بگیم همین جل باش کنیم رویش کنن بعد کراچی خیلی یگان خیلی نمیشه. بزن میقپی یه بار فلانش مینن هم بچه ها را میقپی هم بچه هایی که فلان میکنن هوا یه بار فلانش مینن بعد رویش میکنی. بدونن که یا که در این طرف هم یا که در او طرف میان روی اوچهشون سیاه میکنن در این بین مخالفان میدونن شور شیطانی میکنن سوء استفاده میکنن. وقتی که تاجیکستان میرن زندانشون میکنن میگن که دیده اروپا آدم اومدن زندانشون نکردن. اگه این چه نشان میده که مقصد مخالفا برن زندانشون نکنن. روی شما سیاه عبدالله شمس‌الدین برده زندان کرده، فاروق اکراموف برده زندان کرده،
بیلال قربانعلیف برده زندان کرده. چند آدم هایی که بدن ولی من نامبر نمیکنم، آدم هایی که اوکراین اومده بودن پراست یگان حزب حرکت دانه بودن اومدن برفتن تاجیکستان، شما پرابلمشون کرده، حکومت برده زندانشون کرده. چند بچه های بدخشانی بودن که در همین اوکراین همینجا اومده بودن، آلمان اومده بودن، پراست یک سال نیم سال ایستادن برفتن و یا یگان سیاسی نبودن، یگان چیز نبودن، یگان چی نبودن، پراست برفتن. حکومت فکر کرده که اونا شما عقل نداره، همین حکومت مخالف او رنگی من ورش اینا رای میبروید یا استودیو میکشه که در یگان برنامه میبروید چهره خدی گپ میزنه میگه که گوش کنه شما دیکتاتور، شما ظالم، شما قاتل، شما اینم خلکی. او آدمی که نمیدونم یا لایک مونده یا که یک آوازی گپ زده شما در مینوت میخزه میبره او خیلی انسان را زندانی میکنه. من میگم که مردک همه آدمی که روشن نشان میتیه گپ میزنه، شما نه این سونا را به قفس زندان کنه. من میگم که گپ تو ندارم، شما کو هیچ چیز حق نداره که زندان بکنی، برای که ما روی قانون کار کرده هستیم. کدوم کاری ما غیر قانونیه؟ کنستیتوسیون جمهوری اسلامی ماده 27 بدروی بخونه اما میگه شهروند حق و حقوق داره که در یگان حزب حرکت شامل بشه یا که خودش در تنهایی یگان حزب کشه برای مبارزه برای ضد حزب حاکم. یگان مشکلی نیست. این چه زمان چند باشید میگم که همین قانونه یا که همون چیز رمضان اینا میخوام یگان گپی بعد بگم. خب برادران گرامی قدر، چند کس زنگ میزنه در الو یگان کس شما را چهار نده شما ختم براستا برامده. برای من بزنک و قضاق ندارم گپ زنم. خب مردم من چی بگم؟ پشکه من خواهش میکنم اگر من تماشا داشته باشی، اگر اون گپی پست بلندت گفته باشم یک جهان بخشیش، یگان چه اگر من ترا گفتگی باشم کو من عذر میخوام. من خواهش میکنم در رمضان من نمیخوام که با یگان زنک صحبت بکنم، برای که من نمیتونم با زنک صحبت کرده. خواهش میکنم که التماس زنگم نزن، بعد برنامه می نویسم. من با خودت یگان مشکلی ندارم. پراسته این شما گپ میزنی یک نفر دیگه برای شما تنقید میکنه. چی در کار این همه خیلی کارو مثال محمد اقبال خیلی اشرف خیلی کدوم چه خیلی توکلش به خدا دموکراتیا گفته است. ما نگفتیم که یگان نظام کمونیستی یا که یگان چیزی که مثلا یک چیز باشه. منوگه حزبیه تمام. من میخوام که این خیلی پیشنهاد بکنم به مردم، باید مردم قبول بکنه این چیزا. وقتی دموکراتی گفته است یک کلی مردم، غیر این صورت به همین خاطر برادران عزیز من چی گفتنیم خداحافظی میکنم برای که روزدارم. انشاءالله که در برنامه‌های آینده من کار میکنم که یگان در همین رمضان هر وقت داده بکنم برنامه که مردم ما را تماشا بکنن یا که سخنان ما برسه به یگان نفر.
همتون یه بار دیگه برادران عزیز با اومد این ماه شریف رمضان تبریک میکنم. تنصیحت خانه آباد باشه برادران عزیز. این دنیا تیز میگذره. برادران عزیز به خدا باشه، به خدا نزدیک باشه، نماز بخونین، روزه بگیرین، صدقه بکنین، یگان کم بیزاعته. این همین دعوتی من برادران عزیز. تا برنامه های دیگه خدا نگهبانتون. سلام علیکم.